لبيك الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و درود خدمت شما عزیزان، شمایی که الان احرام بستید با ما همراه باشید، شمایی که میخواد احرام ببندید همراه باشید و شمایی که حالت احرام رو به خودتون تو خونه هاتون گرفتید شما هم با ما باشید. میخوایم امروز بشینیم در محضر یکی از بزرگترین نامهای تاریخ، بزرگترین علما و اندیشمندان تاریخ. نمیگم یک ابرمرد، اما یک ابرزن، یک زن بسیار بزرگ و یک انسانی که ما وقتی در مکتب اون میشینیم احساس کوچیکی میکنیم. از اون معانی توکل بر خدا رو یاد میگیریم، از اون معنای صبر رو یاد میگیریم، از اون معنای ایمان رو یاد میگیریم. هاجر بزرگ، هاجر پیرزن، همسر پیرمردی بود به نام ابراهیم. ابراهیمی که خلیل الله است، ابراهیمی که پوزه نمرود رو به زمین مالید، ابراهیمی که در ایمانش آنقدر سترگ و قوی بود که آتش سوزان در مقابل ایمان ابراهیم سرد شد. همسر این ابراهیم اسمش هست هاجر. هاجر رو خداوند متعال به ابراهیم امر میکنه که این رو ببر تو اون سرزمین بی آب و علف، در یک جایی که اسمش بکه یا مکه هست، به واد غیر ذی زرع، در وادی که در اونجا هیچ علاماتی از زرع یعنی چی؟ یعنی کشت و کشتار. کشت کشتار اگر نبود یعنی آب نیست، آب که نبود یعنی زندگی نیست. در جایی که نه اونجا زندگی هست، نه اونجا آدم هست، نه اونجا کشت و کشتار هست، نه اونجا هیچ علامتی از زندگی نیست، برو این هاجر رو بذار اونجا. میاره ابراهیم هاجر رو میذاره در این منطقه. خب گذاشت اینجا، درست اینجا پشت سر بنده، در اینجا هاجر رو گذاشت. خب ابراهیم آدم هاجر آدم رو آورد اینجا. چرا منو اینجا بیذاری؟ ابراهیم آیا این تصمیم خودت هست یا امر رب العالمین هست؟ یعنی چی؟ یعنی ابراهیم جان اگر این تصمیم خودت هست من چطور اینجا بگذرونم؟ چرا منو اینجا آوردی؟ قضیه چیه؟ بیا واسه من روشنش کن. جای داره برای بحث، جا داره برای تصمیم گیری. توی ابراهیم که منو اینجا آوردی، من اینجا چیکار کنم؟ اگه قراره که من اینجا زندگی کنم، خب اینجا جای زندگی نیست، منو ببر جای دیگه ای. اینجا جا داره برای بحث اگر یک امر یک انسان دیگه است. یا که الله امرک بهذا، ابراهیم آیا خدا تو رو امر کرده به این؟ ابراهیم میفرمایند بله. ایمان هاجر رو ببین، اینجا فولاد رو ببین، اینجا کوه ایمان رو ببین، اینجا زن بزرگ رو ببین، معلم هست واسه این. فرمودن اذن لن یدعنا الله، اگه چونینه پس خداوند ما رو به حال خودمون رها نمیکنه. برو دیگه ابراهیم، هیچ خیالت نباشه، هیچ نگران نباش، وقتی خدا گفته تموم شد. پس خدا ما رو اینجا خواسته، چشم ما اینجا هست. ابراهیم میره، آذوقه ای که دارن تموم میشه، آذوقه تموم میشه، پسر کودک داره گریه میکنه، آب میخواد، هوا گرم، تشنه، آب میخواد. اینجا هم که آبی نیست. خب خداوند امر کرده پس خداوند باید آب بده. بله خداوند آب میده، اما خداوند یک اسبابی قرار داده.
این اسباب شما را به مراد نمیرسانند، اما وظیفه شماست که حرکت کنید و اخذ بالاسباب کنید. وظیفه شماست که در راه رسیدن به اون مرادی که میخواید تلاش کنید. چقدر تلاش کنم؟ حد اکثر تلاشت رو بخونی تا وقتی که برسی به مرحله دیگه هیچ نوع حرکت نداشته باشی. این درس رو از کی میگیریم؟ از هاجر بزرگ. هاجر بلند میشه دنبال آب برای فرزندش. کجا برم؟ آها اونجای کوهیه، برم روی اون کوه ببینم شاید آبی پیدا بشه. میره روی این کوه که اسمش هست صفا. این ور اون ور نه هیچ چیزی نیست. برم روی اون کوه شاید اون ورا یه چیزی پیدا بشه. میده در این میاد پایین، میاد الان ببینیم کی هست. یه پیرزن هست. میاد اینجا یک راهی هست، یه دره‌ای هست، تو این دره میره، بچه رو نمیبینه، تند میره، میاد بالا. خب اون دره یعنی چی؟ مثل الان که نیست. اون دره یعنی سنگلاخ، یعنی سنگای تیز، یعنی خار، یعنی یک حالت بسیار خطرناک. از اینجا برو به روی مروه. این مسیر نزدیک نمیدونم چقدر 280 متر راه. حالا بزنیم از صفا تا مروه تقریبا 400 متر راه. 7 بار این پیرزن از صفا میره به مروه، از مروه به صفا، از صفا به مروه، از مروه به صفا، از صفا به مروه، از مروه به صفا، از صفا به مروه. یعنی 7 ضرب 400 یعنی 2800، یعنی بگو 3 کیلومتر. 3 کیلومتر راه رو این پیرزن میده و از این ور اون ور، این ور اون ور، که شاید آبی پیدا کنه برای بچهش. بعد از این یعنی حد اکثر توانش رو به خرج میده. اسم این هست سعی. اینجا رو میگن مسعی، جای سعی کردن. سعی یعنی تلاش، یعنی زحمت کشیدن، یعنی به هر راهی که هست، هر سببی که هست به اون دنبالش رفتن تا آخرین لحظه رفتن. الان دیگه نوع حرکت نداره، کل قدرتش رو به خرج داد، برای رسیدن به مرادش نرسید. حالا خداوند روزی رسان هست. اسباب روزی رو نمیدن. اسباب وظیفه ماست، وظیفه من مؤمن هست که سبب رسیدن به روزی رو تلاشش کنم. حالا خداوند روزی رسان هست، یا از این سبب به ما روزی میده یا از جای دیگه میده. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی که تقوا و پرهیزگاری خداوند رو پیشه کنه، خداوند به اون روزی میده. از کجا روزی میده؟ خداوند برای اون گشایشی میاره و اون رو روزی میده از جایی که اصلا در تصورش نیست. الان این پیرزن خسته کوفته برمیگرده پیش بچهش، از زیر پای بچه آب میاد بیرون، فوران میکنه، میگه زمی ای من. یعنی اگر نمیگفت شاید این چاه زمزم امروز ما یه رودخانه ای می بود مثل نیل و فرات، اما خواستش اونجا آب و نگه داشت، آب زمزم رو خودش نوش جان کرد، به بچهش داد. این آبی که امروز ما میخوریم این رحمت خداست، این روزی خداست برای اون زن مؤمنی که بر خدا توکل کرد، سعی و تلاشش رو هم کرد، سعی و تلاش آخر رو کرد تا به این مرحله رسید و این ارمغان بزرگ الهی رو دریافت کرد و برای ما هم به میراث گذاشت. در مکه مکرمه با لباس احرام، دستهای نیاز به سوی خدا دراز، از خداوند دعاها میکنیم. از جمله دعاهایی که باید بکنیم اینه که این لذتی رو که در حج و عمره احساس میکنیم خداوند هیچ وقت ما را از این محروم نکنه. خداوند بارها
به ما توفیق بده، مال و ثروت بده که بتونیم به حج بیاییم، به عمره بیاییم، بارها و بارها تجدید عهد کنیم با هاجر بزرگ، با ابراهیم ابرمرد تاریخ، با اسماعیل، با انبیای خدا، با خاتم المرسلین علیهم السلام. میاییم اینجا با این لباس دعا میکنیم و همیشه هم دعای بنده مورد استجابت درگاه خداوند قرار میگیره. یا به مرادمون میرسیم، یا خداوند بهتر از اون رو به ما میده، یا خداوند شری رو از سر ما کم میکنه، و یا خداوند این دعای ما رو اجر و پاداش و عبادتی میذاره برای ما در روز قیامت. ما اومدیم اینجا، این لباس باید تجلی پیدا کنه. خب حاجی ها میان به حج، یک گروهی میاد با این لباس فرشتگان، میاد با این احرام، میاد خب عمرهشو کرد، بعد میره لباس خودشو میپوشه، با حسب اون پول و ثروتی که خرج میکنه میره توی هتل خاص خودشو. یعنی ما بر میگردیم، یک گروهی میاد با یک ویژگی خاص، با یک هماهنگی خاص، با یک ذلت و خواری، با یک همه معانی که در احرام هست. این انکسار تموم میشه با تغییر لباس و همون تمتع به اصطلاح. اما خداوند متعال میخواد ما همه با هم یه شکل باشیم. این توحید شکل و قیافه، این هماهنگی، این انکسار در همه ما هویدا باشه. این در مکه مکرمه نمیشه. بعضی احرام دارن، بعضی ندارن. در مکه مکرمه با این ساختمان ها همه مردم به اون زیبایی خودشون جمع نمیشن. اینه که خداوند متعال یه فرصت دیگه میذاره. تاریخ 9 ذوالحجه همه تون برید عرفات. عرفات کجاست؟ یه میدان باز. تو اون میدان همه تون هم احرام بپوشید. در اون میدان هم جا که نگاه میکنی سفید است و سفید، انگار بال ملائکه اند. هر جا که نگاه میکنی دستای زاری است که به سوی خدا دراز شده، چشمان گریان است. تمام اون برتری ها و ویژگی ها و وزیر و مشیر و پادشاه و فقیر و گدا و دارا و نادار و همه اونجان، همه در مقابل خداوند متعال بنده، ذلیل، خاکسار، دستا به دعا، گریان، همه بنده ایم. به معدنیت بندگی رسیدیم. چون که ما به بندگی رسیدیم، غرورمون رو زیر پا گذاشتیم، حسد نیست الان، ما شدیم. هیچ وقتی از سال شیطان اینقدر ذلیل و خوار و شکست خورده دیده نشده اونطوری که در عرفه هست. اینجا ما به بندگی مطلق رسیدیم، شیطان به ذلت و خواری مطلق میرسه. اونجاست که ما احساس میکنیم من تنها نیستم، من جزئی از یک امت 1.5 میلیاردی هستم. اونجاست که 25% اهل سنت ایران دیگه نمیگن که ما یک اقلیت هستیم. اونجاست که احساس میکنه من جزئی از یک پیکره 1.5 میلیاردی هستم، من جزئی از یک تاریخ ممتد از آدم هستم به خاتم و تا به روز قیامت. اونجاست که 1.5 میلیون اهل غزه دیگه نمیگن ما تنهاییم، میگن که ما جزئی از این امتیم. اونجاست که همه ملت‌های مظلوم و دربند احساس میکنن که ما قوی هستیم، ما شوکت و عظمت داریم، ما بسیاریم. اونجاست که شیاطین پوزشون به خاک مالیده میشه. اونجاست که یهودیان وقتی این صحنه رو میبینن میزنن به سرشون وای ویلا. اگه من بیام 4 میلیون 4-5 میلیون فلسطینی رو همه‌شون رو قتل عام کنم، پشت سر اینا 1.5 میلیارد دیگه هست. اونجاست که دیگه طغیانگران و ظالمان صفویگران میگن که اگر ما بیایم همه توحید رو در سرزمین ایران قلع و قمع کنیم، پشت سر اینا 1.5 میلیارد دیگه هست. اینجاست که دیگه طاغیان و فرعونها و نمرودها کمرشون شکسته میشه. میدونن که
پیروزی با مؤمنان هست و بس. چرا که اینها یک جمعیتی دارن که جمعیت شکست ناپذیر هست. بعد از اون میاییم کجا؟ میاییم رمی جمرات میکنیم. اینجاست که فیزیکی به طوری به اصطلاح فیزیکی نشون میدیم به شیطان که تو سرت میزنیم. ببینید اگر خداوند متعال یک قانون خاصی نمیذاشت که آقا رمی جمرات بکنید با یه سنگریزهای کوچیک و به این شکل و اون، اگر این رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما برنامه ریزی نمیکرد، تو رمی الجمرات چه حکایت بود امروز. یکی با RPG می اومد، یکی با کلاشینکوف می اومد، یکی نمیدونم با تانک می اومد، یکی توپ می اومد. آخه همه ملت ها، همه انسان ها میخوان از شیطان انتقام بگیرن. همه از این موجود رذل یه دردی دارن. اینجاست وقت انتقام. در اینجاست که خب این انتقام رو ما به صورت یک سمبولیک ادا میکنیم. همون اینجا چه هست؟ اینجا اون ایستگاهایی بود که وقتی پیامبر خدا ابراهیم از خداوند متعال وحی گرفت، به بچهش گفت یا بنی پسرم انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بچه‌م، جگرگوشم، عزیز دلم، من وحی شده به من در خواب، خداوند به من اشاره کرده که من تو رو سر ببرم. تو چه میگی؟ به کی داره میگه؟ به اسماعیل، تربیت شده این مکتب رسالت. اسماعیل چی میگه؟ یا ابتی، بابا جان، افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. این کاری که خداوند بهت امر کرد اینو انجام بده. میدونم این یه آزمایش سخته برای تو، برای من، اما ان شاء الله من صبر میکنم، برده‌باری میکنم و میایستم. شیطان که دیگه ساکت نیست. شیطان میاد اینجا، ابراهیم این یه خواب بود، کابوسه، نکنه این کارو نکنی، ابراهیم این حماقته، ابراهیم چی کار داری میکنی؟ ای پسر، این پیرمرده عقلش پریده، این چی کار داری میکنه؟ نذار. شیطان هر چه توان داره رو به خرج میگیره. ابراهیمی که اینجا با سنگ میزنه به سر شیطان، برو گم شو. من و شما میریم اینجا به سنگ میزنیم تو سر شیطان. ما فرزندان ابراهیمیم. همونطور که ابراهیم از تو متنفر بود، ما هم از تو متنفریم. خاک به سر تو ای شیطان لعین. و با سنگ میزنیم، به طور سمبولیک با اون در میافتیم که ما در یک اطلاع الهی هستیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن که همین که گفتن ایمان آوردیم تموم شد و رفت، اونا مورد آزمایش قرار نمیگیرن؟ اینجا محل آزمایش هست. فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. ابراهیم وقتی که مردانگی کرد، بچه رو انداخت به زمین، کاردا گذاشت گردنش، اینجا اومد ابراهیم واقعا مرد بودی. در ایمانت با خدا، در صبرت، در قربانی دادنت، در خودتو به اون رضایت مطلق در مقابل تقدیر الهی. ابراهیم و فدیناه بذبح عظیم. بیا این قربانی رو سر ببر، بچه تو رو بذار. این استقامت ابراهیم، ایمان ابراهیمی، ایمان اسماعیلی، این باعث شد که ما امروز با خیال راحت، ابراهیم اون آزمایش سخت رو با اون مردانگیش به پیش رون تا ما امروز بیاییم کیف کنیم. ما دیگه اون آزمایش رو نداریم. ابراهیم سختیشو کشید، لذت شما اتباع ابراهیم و پیروان ابراهیم میبریم. ما قربانی میکنیم و قربانی رو هم میخوریم، لذت هم میبریم. چرا؟ چون ابراهیم اون عرق رو ریخت. ابراهیم بابای ما زحمتش رو کشید، آرامشش مان برای ما. صلی الله علیک یا ابراهیم، صلی الله علیک یا اسماعیل، صلی الله علیک یا هاجر.